به سر تو هم باق آوردم به خاطر به تو یک سر پیل بدم وقتی برا وقتی برا وقتی پیل نداره وقتی پیش ما برو وقتی خدا تور بخیر داره بس تور نماستم ما تور نماستم که به سر تو زن کردم تو نی عقل کمال داری نی هم اشیاری یا نکن یا پولار بده او بخور مرسی نکن من ندیدی بخورم رد درس و درس این درس با من چی فایده داره؟ فایده نداره؟ نه حالی تو دیده که سواد نداری کورنی؟ نه کورنی؟ من شما را مال به در رقم میبینم سر شما همه هم ماست شوشتیم چه کاره؟ خب مادر تو تاشون کرد پاک میکنه پستا پاک میکنه چیز میکنه برو با مادر خوب بگو یا بچه کلون شما باشی بچه کلون نه بچه پیار نکنی یا بچه انده خوب میستونه با بچه اندر خوب میستونه تا روزی بود که شما جاب کردم دیگه ما پیشکی گردن کچ کنم با پیش بیار با کچ کو گردن خور کچ کو تو بچه کلون شدی نه مادر تو پول داره نه تو اید با ما بدیم او زنم میگه بده این زنم میگه بده بزرگ بسیار چه اما نمیستونه او بچه ها نادونیه نمیفهمم تو کمیفهمی سال و 12 بزرگ با یکی مزدی پی اصلا ما میخیافی تو میخوره یا گریه نکن بس که میتون میزنن دندوناتو میده میدگاه یکی از ما میخوره چل تازه میده بستونه ما پیشکی برو تا پیشکی میری بستونه برو پیش ماما خوب برو پیش ماما خوب بگو ماما پیار ما پول نمیده که ما بخور روز دیگه آماده رخ بخورم کش بخورم اسکت بخورم برو من مرض نیستم که براتون زن کردم اگه به شما رخت و لباس بخریدی شما بستی تلویزیون برفتی زن کردی یا بزرگ میستونه ماما نمیستونه فقط گریه نکن که میتونم میزنم دندوناتو گریه نکن به تو بگم و چرا ماما رخت نمیستونه نمیستونم چی بزرگ هم دستونه میستونم با بچه ها خورده خب میستونم با زن خورده خب میستونم با مادر کلون تو با خودتو نمیستونم گریه نکن که به چه بعده گریه نکن برو پیش مادر کن بلا پیش مادر کن گریه کن شیر هم انسان ها بودم یا بابا بلا بفتم دوی تا زن میکنه کلون شده نگه تو کلون شدی تا با که درس میخونی درس برو کار کن برو بخواه مادر خواهم رخ بخواه با خود خواهم رخ بخواه خوش بخواه 5 و 6 روز میشه مادر بچه بیخان منه بابا چری رخ نمیخریم بابا چری کش نمیخریم بابا چری آسکت نمیخریم ای برادر عید روزی میده براتون مزینا گفتم باشه خیلی باشه اینا هم بچه ها من هم اولادا من هم از اینا با عید روزه براتون بستونم حالی هم بستو بامه که فقط میگیم اینجا به سربانگ پیار از این ششتی هم میدانی زلفان تو بابا سلام علیکم بله بابا دوست داری خوبین بابا جو اونجور خیلیته خوب شد بابا بیامده پیش شما بله بیامده پیش شما کار دارم چیه؟ بگم بیامدم به پیش شما کار دارم خب امر کو به چیه؟ بابا جو بله عید بیامده خب عید بیامده رختم ندارم کلشم ندارم از کتم آفرین قراری کرده پیرمولی بدیم که ما برون رختم بسترم کلشم بسترم از کتم برم و به چی خود بگردم؟ خیاطا با نمیگیرم بابا گردن بندم ای شلوغش ایت نیه 10,000 روپیه یک دست رخت برای اون بدی نمیگیری صاحب که من که پول دارم من کسی که اگر راست بپرسانی خود جری آوردش که مستم برم شیمه هم استانم کجا کی؟ مادر کجی؟ مادر کجا کی؟ بیا اینجا گاه سعی که یاد کار کنه پول دو بچه پول بدیم دیگه بابا پول نداری بده بری ازی که برای بخوست رخت کش ماه بستانه نه دیگه شما پول داریم بدیم بری که من بخور رخت لباسی بستونه دیگه چند نمی به چی ماه؟ 2,000 بدیم
من با سر کله از من خیلی همیشه خوبه مقبولی واسکت خوبی هم بریم واسه خوبه بودم مای چه کاره چه حساب کتاب داریم ما چیه؟ چه کاره هیچی نه چه کاره چه کاره همین دیگه بریم بچه پول میدن که بریم بخور رفت لباسی بسیم عباس هم بدادیم چی با عباس دادیم؟ عباس هم پول بدادیم عباس نانه جو عباس غیق نکش قیعت دست حق میکشی اینجا چه دیگه نکشو چه گرفت هم سر تو با عباس هم پول بدن که بریم بخور بستون لباس بیرم توی عباس هم که بیزیم بچه بستونم عباس بله بیا نانه بخور پول بستون بیا خب بده برو نخو خوب بستون تک تو بستون که بدی بخیار بده نانه جو حالا صدا خوب بستون خودم داده که سامه تو شری بده بری عباس هم پول بدیم که بریم بخور بستونه بابا پول ندارم زن تو چرا به قبل نمیفهمی؟ چی داری بگه چه بنا داری پول بدین که برم بخرم. چی بخری؟ بده 2000 بدیم لباس. یار خیلی مادر بچه هوشیاره میگم چی بخری؟ بکایشا نمیبینی کنده لباس و نمیبینی ایده دیگه. اوه چه کار کنم؟ جمپاری که بارش نباره به تصرف از اینا نمیید نه جاوا گرمه با واسکت بده میخوره. گفتی بیرون لازم پول بده به بچه من برو که جیکی بخونه برو برو خوبه باشه خب ندارم دیگه پول چون تو داره و چون نداره این میشه قال مقال نکن من کمانو چه قال مقال نکنم قال مقال نکن بابا چه زن خورده خداری بدی بابا چه من نداری بابا چه زن خورده خدا رو طول مرا از ما فاجعه گرفته این کلونی شده که یا پیار نکنم داره بابا جنگ نکنه خدا. جنگ چی داره؟ تا به زمانی زنده باشم اگر شما مادر به چهار پول بدم ویش کنیم تو کلوشیم دیگه. از این کلون تا چطوری پول میشی؟ لباس ما هم نمیدین. پول کاوش هم نمیدین. آها خوبه دیگه پس برو بگو یخچال خونیم هم خیلیه خوب. بریم گوسپندی بخریم بیاریم بگذاریم یخچال شریکیه دیگه. خب شیرکیه میفهم شیرکیه خب پول دیگه. نبره مادر خوب است تو ها مدام من بده کجا ارد من کو درس میخونم. من از کجا آوردم پول که بدم ما میرم کار میکنم خب اگه کار میکرد نمیگفت تو شما که پول بده. تو درس بخونم کار. این چی بچه نادونه بازی پول دادم بعد چی شد؟ گرفتی زن کردی به سر من باقا بودی به سر تو هم باق آوردم به خاطر به تو یک سر پول بدم وقتی برا وقتی برا وقتی پول نداره وقتی پیش ما برو وقتی چرا پول نمیده؟ وقتی برا خدا تو بگی برو پیش خدا تور بخیر داره تور نماستم ما تور نماستم که به سر تو زن کردم تو نی عقل کمال داری نی هم هوشیاری هر دم بدی خدا تو رو لای بزرش نچرخی کنه تور بخیر خوشی بکنه خودی پیار و مدار تو فهمیدی تو خودی پیار مدار تو بخیر بزیر مطار کنه عالمی تشیلیتی هستی که به سر تو زن کردم چری کجکی مثل نقلی وری جیگر منه با سوخت تو نفس منه کجکی استکا چه کاره بده پولار ویدیو کو. بده پولا پولار چند پیار مدار. به تو چی مرگ به تو چه پیار گفت نصفه. نصف یا نصف از او. بابا به من پول ندادم نه به چی شما داخل از خاطر تو یک بوجه مر بگیم چی حالت کرد بیرو که پولار بیا. خدا به تو چی بی ندادم که من چیکار خدا کردم خدا تو پول نستونه به تو میدم من پول نمیدم. برو پولار واسه بگو بابا بری من بدی ما خود نایستوندم من خاطر تو سه حالت که پول کار بیرو که تو میزنه کچی. با خدا برو خدا میرم به بابا میگم که دلبند را تربند نده اونا هستی که تو من دیوال میزنم. آدم مدام جنگ کرد. دلبند تربند نده گم میگه نکن دیگه. یا پولار بده بده. پول کار. ولکن خرج میکنی بابا گفت نصف از تو نصف از او. چکاره گنده. باز چی جره براریم شما چی جره بس کاریم آخه میگه پول بدی پیار پول داد 1500 داد. مدام گفت 1500 داد. گفتم برو به خود لباس بستون گفتم نصف از تو نصف از این پول نمیدم همه. همه رو به خود بگو بابا من ندادم برای 1500 به قیافت میخوره. نه بگه فیلم چی یواش پول خیلی تو میخوره نکنین جره بس بعد شما براریم کجی خدا نیه. بعدی تو شما داد برای پیار بابا ما بستونه تو نه من از سر بیرو امو کنه پول از نمیستونم. بله اگه توی اسفندیانه پول بیرو که جیو تو بریم میزنم. با خونه برو بریم بابا بابا اگه گفتم بده بابا بابا بگم میدم همه بیشتر تو برو بس نکنی بیرو که برو. قال من مقال نمیدونم نکنی دارم من اگه بدم کجی جان برو بابا بابا گفتم بعد همه شما بیشتر براریم شما براریم بعد پولار بیرو که کله تو دیوال میزنه پولار بیرو که تو میزنه.
شما چی کار دارید؟ سر صدا شما به تا کوچه بالا میشه بعد خب برو شما کار ندارید. چرا به ما مدام پول نمیده؟ بازی کلکنده پول میده. به تو نداد پول به ما مدام نداد. نگه به شما دو نفر نمیدم، بس اینا به خاطر به چی خوردی رو بازی میده، ما کلون نمیده به ما. خب خیره برو تو مادر خب خب پول بسته دیگه ما کجا آوردم؟ ما کو درس میخوانم، اگه ما کار میکردم به پیش پیاخ گردن خو کش میکردم. مادر خب بسته به پول یا تا برو مدار ما کجا آوردم؟ بعد پولا خیلی نصفه میکنه خودت. نه من نمیدم والله بودم بگی که پولا والله بودم نه دیگه. آدم برو خون تو نه گناه داره دیونی یا نه کو که جام بیا برو به کجا میبری به خود چیز نیزی بستنی تو که نمیتونی تو دو تا زن ماه چکاری کودکا هم تا شم به جان هم مفتکم به یکی میدی به یکی نمیدی پول خرج برج نه خب گناه داره کن اما آدمی که دو زن نتونه بکنه او دو زن ماه چکار همین کودک عباس هم راست میگه به خدا میگه من از زن کلونم به می چی نداده آدم دو زن میکنه سه زن میکنه به شرطی که عدالتی باشه بفهمه به دو زن و سه زن نه که تو یک زن بیاری زن دیگر مسلمان ریلدی به حال خودی گناه داره کی هک بخور او بخور مرسی نکن من ندیدی بخورم بخور بخور دیگه لبا خور مثل لبا من میلیسی بخور آفرین بخور امی خود که تو اکثر میگه او بخور پیشنه کاکا شدن این کاکا شد شکر ایدته میگو بله من دختر خصوصا کنم به این بدبختی رو جمع کنی چیکار کرده؟ دخترم به من زنگ میده که به یک بچه خواسته بود 2000 روپیه پول میده که برو بخور اخبار خود بسوندم میده به بچه من نمیده دل من کباب شد تو شرم نداری ها؟ تو فکر میکنی یا نه؟ میگو بسر دختر من انبار قرد بود توی چی نه گفتم باید عدالت داشته باشی کسی که 2 تا فرزند داره باید بیاد چیشو میتایی کنه میفهمی یا نه؟ کسی که بگفتن که بچه کلونی باشه کار نکنه رد درس این درس با من چی فایده داره؟ فایده نداره؟ نه حالی تو دیگه که سواد نداری کرنی؟ نه کرنی؟ من شما را مال به در رقم میبینم سر شما همه هم ماست شوشتیم کو یک خط بخونه کشتی میخونی؟ کسایی که کاکا خسور درس خوندم همه مال بغلی اونو خود بفروشم فهمیدین؟ نام خدا اگه دست ندارم مشیار کستم 2 تا زن دارم 2 تا زن داری که میتو جمع میکنی بله یا میگو انا ما بنواسه خود بلوزانی هم 2000 روپیه نگی تو خسور نداده اینا چی کار کنم؟ اینا بده به دست نواسه ما بده که بخور رخش کرد بخور با عباس چی بگم اینا ببی تو داده چی؟ نگی که به خسور ما داده اینا و میگی شما جنجال دیگه تیار میشه شما کاکا خسور چی میگین؟ شما نمیگم همین 2000 بده به نواسیم عباس بچه من گوش کرد من اینا رو دادم به دست تو که ببری به نواسیم بدی بفهمیدی؟ نگی که اینا خسور ما داده چی بگم داده؟ بگو انی ما پیدا کردم اینا رو بیاردم بدم دست تو دادم گوش وزم اینجی خونه شما جنگ دعوا نشه مگر دعوا شما مصرف کنم ما که خجالت کشیدیم از این گپات از این کاراتو هم فکر میکنی وای دختر من امروز به من زنگ زده میفهمی تو بچه گرگ ملیست کرد 10 مینیتی هم هست کرد شما خجالت نمیکشی وای میفهمی همونجا از دریفه ببره بده دست عباس ده هرچی ما این بخوب استونم من دعوا تا خونه شما را مصاف کنه سال با 12 ماه تو که نمیتونستی 2 زن نمیکردی اگیلا میفهمی تو همی عباس نواسم خود زن خو برزنی میکنی اگه تو خیر دیدی هرچی اسم روز نم نکو دیگه چیز بگذاره بفهمیدی خیر نخودیدی کاکا خسور اونا جمع کردم حالا که زن کردم من بچه دارم دیگه اونا بچه ها من چی فرق میکنه؟ نه این دیگه بچه خرج خور بخورم نون خور بخورم چی مایم؟ این عباس بچه تو دیگه نیه هسته خرج خور بخورم میگم راست میگی خیر بینی
امون لقمه نون رام نده بر اینو میگه خرج اینا رای کنو این دیگه با خود شما رفته داره. میگو انا میرو صدمن گندم آرد میکنور میدارم میارم بردنی. واسه او در ما چی شیشته ای؟ ای برو بومو وای 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 نقدم میگه تو برو آرد که ورده بیاره وای 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 سلام علیکم. و علیکم سلام. بیارو خوشحال بخیری. چه چیز جان؟ بخیری سلامت. خیلی لباس بودی. آره دیگه بخیر به عید اینا دیگه به ما بگیدیم اندازه عمر بگیریم. خب رو بر نبودی. نه دیگه نه خود میبینیم. بس امی لباسات صحیحه. آنم نسیه. تا کام سمی. دف بینه صحیح. بگو تو بالا کنم. توشا خوبی نمیتونی. نه توشو مخواست. خب. خوب کجیر جان. باشه نوشته کنم. کجیر. خب. بر. همین اندازه خوب ها؟ صحیح. صحیحه فکسه؟ خب بگی خب ساو بود صحیح کفت دار باشه. خوبه که جیجا این خانم همیت پاکستانی. صحیحه؟ صحیح خب انا دیمون صحیحه؟ جیجا کی بیام برای اینا دیگه برو جو شوید دیگه نبی به عید وارو دیگه دیروستارون جلوتره بدیم. خب می چکار کنی بیا از روی بروزید به برخ میکنی برود عید میشه یا خوردیشه یا کلونیشه بیارم تیار کنیم. نمیشه خورده کنم برو اندازه جمعی اندازه لباسات و میزان باشه نمیشه برو بعد پینگیری فهمیدم خوبه سیره چی؟ بعد پینگیری بیاره برو سکاتو چند متره؟ 3 متر. برو سیه برو خدا همسایه دیگه چیکار کنیم بعد از شما مقبول کنیدی. خوبه برو در اینجا هم باش خوبه همسایه رو ببین بونه خوبه